سلام و عرض ادب خدمت دو دوست عزیز، حکمت الله اسکندری و آقای امینی صاحب. آقای امینی صاحب، یک دو بیتی ناب و شیرین برای ما بگید امشب. تشکر. سلام خدمت آقای حسانی و آقای حکمت الله اسکندری. بسیار خوشحال هستم که در بین شما دوستان عزیز قرار دارم و امشب یک دو بیتی از زندگی برای شما میخواندم. امیدوارم که برای شما خوشایند واقع شود. در بالا میروی شو میکنی یار، فیر زبان جانم گمان این دل بری نو میکنی یار، فیر زبان جانم اگه میلی دلت به عاشقی نیست، فیر زبان جانم بچه گشتای مرا میکنی یار، فیر زبان جانم بانو جانم شربان جانم، دل مرا بسته به تارگ جانم. قد بالا بلندت را کی داره، فیر زبان جانم، دو ابروی کمندت را کی داره، فیر زبان جانم، دو ابروی کمندت مثل سرقن، فیر زبان جانم، لب و دندان قندت را کی داره، فیر زبان جانم، بانو جانم شربان جانم، دل مرا بسته به تارگ جانم، دل مرا بسته به تارگ جانم.